هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. بعد از مدت ها رو با هم دیگه روبلاکس بازی کنیم. کی بودن و مهم نیست. امروز قراره یکی از بالترین بازی روبلاکس رو بازی کنیم که 200,000 نفر با هم بازیش میکنن. پس بزن به ویدیو یا همه قرار که به ویدیو لایک کن. یادتون نره زنگولم بزنین که موقع ویدیو جدید دارین با شما اولین نفر باشین، چون که ویدیو ما رو نگاه میکنه این دیگه معطلتون نمیکنم. بزن به ویدیو لیتس گو داد ویدیو. چی شد؟ بله بازی نمیذار ما چیز کنیم. خب بریم با یه نفر دوئل پیدا کنیم. سلام داداش، می دوئل؟ داداش برادر کجا میری؟ برادر لسه ببین چه بیاد تو این یکی بیاد. لول 2 من لولم 16 این عالیه. این مپ این مپ رو زد. اوکی بابا عالیه. بچه نکن من 20 چند کلید داشتم. چند بود یادم میاد. 28 کلید داشتم. خب قشنگ یادمه 28 کلید. من میخوام 30 تاش کنم که چاق پرت کنی بگیرم. داداش این روباکس خرج کرده. این روباکس خرج کرده. ما نمیتونیم اینو بزن. این روباکس خرج کرده که داداش این نه نمیشه. بیا روباکس خرج کرده. من میگم اینو روباکس خرج کنم. شما گوش این برول ما میخوایم چند راند اگه به خدا بخواد ما 3 دست بازی کنیم. سریع کارشون تموم کنم آبرومون نره. نه یا چی بگم. وای این فکر کنم خیلی قوی باشه. وان شات هم کرد. فکر کنم این خود به داستو داره یه جورایی، چون اگه دقیقا اینطوری بود یه حالت مجمانن میزد. آخه داست هم مثلا چون حالت میده. بذار ببینم کجاست این. من آخه خیلی بازیم بده. نه اما این وسیله دو حساب نیستش. باید تو لول 2 سریع رفته روباکس خرج کرده. روباکس این خیلی تقلب کار رفته روباکس خرج کرده. معلومه دیگه من روباکس خرج کنم روباکس بخرم استفاده کنم. معلومه میتونم از یه اسنایپی چیزی بگیرم دیگه. خاص با کل سرگیش. کجاست این بچه پول بام انداخت. خوب شد حواسم. این داست داره. از داست هم بدتره. این معلوم نیست بخش گلدنه این آیتم من دیدم. آقا این وان شات میکنه من. با این کجاست که خود یه رام ببن خوبه. این آیتم گلدن داره. بخش رد بند گلدنه. بخش رد بند کجا میاد؟ کشتمش بالاخره. برو بک 3 دقیقه از دام میکشمش. بودم عالیه. نگو ما باید استراتژیک عمل کنیم. مثلا مهم نیست چی داره. خب باید استراتژیک عمل کنیم. آقا من استراتژیک کجا من میخوام با مشت بزنم. مشت چجوری قوی ترین آیتم بازیه موقع هیچ کلی نه. ببین از 3 تا ضربه میتونم ناک اوت کنی حرکتو. هم رفتیم بالا معلومه دیگه. اوی کجاست آقا 15 تا گامی گرفتم. چی بود نمیدونم. وای بهتر که ببازم. این آیتمش خیلی قویه. وای نگاه کن خیلی آیتمش قویه. تو بخش گلدنه. منو کشت. بچه اشکال نداره. راند بعد قصد انرژی دار باشیم. این روباکس داشته خیلی نامردی بوده. من بهتون نشون بدم. این آیتمی که خریده بود تو بخش گلدنه. ببینید بذار تو کدوم اسم بود.
قسمت رو داره. تبر بود جلو میمه. آره یه چیز اینه فکر کنم. آره اینه کدوم؟ اینه دیگه. آره اینه. این تو بخش گلدن کدوم بود من یادم نمیاد. ها اینه. نه اشتباه کردم ببخشید. اما این آیتمش خیلی قویه. ما میخوایم 30 تا داشته باشیم که چاقو پرت کنه بگیریم. بله چاقو پرت کنیم قسمت گان همین اولیه. خیلی خوبه داشت. تو لول خوبه با من بازی میکنی. اون لولش 20 منم میام بازی کنم. لول منم 17 چیز خاصی نیست. به خدا رو باکس هاش کرده باشه وایل خوبه که همه این مپ رو انتخاب میکنم. خدا رو شکر. ناکن اگه باشه این تایمره در ثانیه شه یعنی طرف اون آیتم داره. بله آیتم نداره. تو بخوای من تو این دست فکرم برتری داشته باشم چون طرف آیتم های خوبی اونقدر نه دارید اون زد. شاید دمیجش خوب بود اما داشت من با کلتم تو رو میکشم از دیر میزم. چی شد؟ نگونت قد شد. مردم. لودینگم پایینه. وای خیلی بد میزنه. خیلی بد میزنه. بریم دیگه. همون جاخالی داداش. بله موقع که نتتون قد باشه بله همین میشه. عالی. یعنی اگه نت بالا بیا من مردم. این وایستاد. چرا وایستاد؟ من مردم. تایمر آخه میره. این یه طرفمون نتش قطعه. بله من مردم. من همون چیزی که گفته بودم من مردم. مردم. من دارم بهتون میگم من مردم. بله بازی باگ داره. عالی. بازی باگ داره اصلا بی‌نظیر. بازی باگ بی‌نظیره داره. یه لحظه کات کنیم برمیگردیم خیلی زود. خب بچه ما برگشتیم و دیدم بله وارد مکس شدیم و دیدم همچین چیزی شد. بله و کسی نمیاد بازی کنه نمیدونم چرا و این بده. نه من با تو بازی نمیکنم دیگه. لول 100 من بازی دوست دارم بازی کنم. تو چی کار میکنی اینجا؟ میشه یه لحظه به من بگی؟ اصلا داداشمون با هم دیگه افتاد. عالی. یکی از باکای خیلی خوبه بازی اینه. دیر میرم. چیه لول من با تو نمیام آقا. من با هر کی باشه میخوایم خود بریم تمرین کنیم. خود مثلا آیتم ها رو بتونیم من کسی که ویل کن دیگه رفتیم بازی کنیم. یا من برم آیتم ها رو بتونیم برم تمرین نمیتونیم. تمرین بیا داشت چه رفتی. من هم اومدم اشتباه کردم ببخشید. حالا راند بعد من میدونم که پاره میشم اما خب میخوایم یه دست بازی کنیم. این دومین دست قبلی رو بازی کردیم. دست دومی چون نت خراب شده بود نتونستیم بازی کنیم دیگه. دارم حقیقتش رو بتونیم خیلی دیگه. من با آقا جون من بله چاقو داره و خیلی فکر کنم نوب باشه. جونم چطوری کم شد. این باید یه آیتمی بود. خب اسمش نه اون تر گانش بود یا تر چی بود. یه گان هستش بعد این دست برم بهتون نشون میدم. اینگار خیلی خفن خیلی قویه گانش. چاقو داره بود مطمئنم.
کشتمش، خیلی راحت بود. اما جونای آخرم هم بودش، خیلی راحت هم نمیشه گفت، خوب بودش. یه لحظه من اینو فعال کنم. دابل جامپ هم زده بود. من بعضی وقتا یه جوری میزنم که دابل جامپ هم بله مناطق بازی های آنلاین خارجی طرف رو هوا میمونه. بله عجیبه. عالی. بچه من چقدر میچرخو دورا. من فکر کردم من عقل ندارم. اینا جونای آخرش بود. وای نگاه این گانشو میگم خیلی خوبه. آقا خواست ما چطور من زدم. خیلی وایسی من بچ شدی. یه سوال داشت ما پشت کجا رو میزنی اصلا بازی بلدی؟ آخه بچه خیلی مثلا آیتم ها میبینی آیتم های گاد دارن اما بلد نیستن ازش استفاده کنن. اون دفعه طرف اسنایپ داشت، خب نتونه بازور تونه 3 راند ازم به چون بلد نبود از آیتمش استفاده کنه. آره خیلی بلد نیستن از آیتمی که دارن استفاده کنن وگرنه خیلی خوب میتونن چیز کنن. خودم مثلا الان باش خیلی مثلا الان نمیتونن از آیتم مثلا چون قلقشون دستشون نیومده دیگه. بیشتر مثلا بیشتر بازیشون مثلا با اینا بودن. بخاطر من اینا دستشون مثلا الان اگه اسنایپ کن مثلا بذاری رو این زوم خیلی قوی تر میتونی شلیک کنی. بخاطر باک شد نفهمیدم. باک شد نتش قطع شد نفهمیدم. به خدا اگه نتش قطع شد خیلی بد میشه براش. کجا رو میزنه داداش؟ کجا یعنی تو باشه اگه میبینی خود باک داداش من موبایل بازی میکنم. کجا میری جوجو؟ ترسیدی؟ آقا عقل نداره اینا. عقل ناقص در بدن ناقص. تمام من بردم. ستونتون اینجا چرا گامی میده؟ من از این گامی ها من دارست کلید میخوام که بکنیمش 30 تا و بله شما باید کنی بگیریم. بله کلیدمون همون 28 شد. این پارت اول این بازی اگه خوشتون اومد حتما تو برسیم پارت دوم میدم. بذارم یه بازی دیگه با هم دیگه بریم لیول رو 100. دلم میخواد یه بار 100 برم. آره به نظر تو حالی بود یا دیگه اومد مسخره بازیه اصلا نمیخواد برو. بذار این راند آخریه پس بریم تمام شد راندمون. این مپ سفیده رو میدونم. من فقط این مپ سفیده رو بلدم. بله مثلا این مپ اصلا هیچ خاطره‌ای با این مپ ندارم. همش با اون مپ سفیده بودش. بله شاتگان باشه. من یه باگی کردم. خیلی باله این باگش. سلام تو من میبینی؟ آره بچه خیلی راحت این باگ. فقط اینطوری کنیم میرین اونجا اصلا نتونست بزنه چون یه باگ کردم نتونست بزنه. اما این باگش چطوری اومده بیا چطوری اومد اصلا اونجا نمیدونم. او از اون گوشه این آبی ها هستن. من فکرم فقط از این روش میشه اینجا. دوباره
داره بچه نها کنه. چاقوش خیلی ما الان من میخوام چاقو پرت کنی بگم که خیلی قوی تره، نصف جونشو میبره. این باگش خیلی خوب. نکن حتما یه شات زدم کشتمش. چه شاتی هم زدیم ما واقعا. اگه این راندو بخواد خدا ما راحت میبریم. بله داداشمون تکون نمیخوره، سوسماست. آقا اگه لول 100 هم مثلا میومد اینجا میتونستم با این روش برم، اما نه. خب دیگه داداش منتظر من بیام بکشم. اوه شت واو شت. آه نشد برادر دیگه. خواست پررو شد دیگه. آقا پررو شد دیگه. غلط لالیگا. الان شما به فکر نمیام جلو. خیلی نامرده برات. ما باید خیلی پرروتر از این حرف شد. غلط کردم. کشتیمش. بیفتیم تو آب چی میشه؟ نه کی بود که میگفت ما نودیم؟ آره رتبه چندم به لول حساب میکنه. نه بله اومدیم تو مچ جدیدمون پر آدمیزاد پر. هر کی بود اومده بود. چه تمرین است باشه نظرتون برید اینو دست تمرین بزنیم. آدمشم بود. اینایی که میبینین زردن یعنی در سطح گلدن هستن. بله و اینایی که میبینین بنفشن در سطح فقط گلدن یادمه. اینو میگفتم و همین میگفتم. این بنفش نداره در سطح بنفش. این داره یه دونه فقط. خیلی خفنه. بذار برم ببینم امتحان نکردم تو رو. زوم کن. این چه بی‌نهایت داره این تیرش. چیه نمیشه بی‌نهایت. بچه یه چیزی هم بهتون همین دمیجش کمه فقط تیرش بی‌نهایت. پس یعنی ملکه نخرین. این چه چکوش. برو دیگه. واسه این موج گونده. موج گونده. اینو ببینم خیلی دوست دارم. چنگکی فوقابی. خب اینو رو حواس از اونم چی بود رگباری میخوام باید چوقو پرخونه خیلی قوی هم. ببین مثلا فکر کنم هر این دوتا تیرش یکیه. نکنم دستم منطقه میخور بین این اصلا اولی. من فکر کنم هر یه دونه از اینا یه تیره. مثلا یک و الان دو. نفهمیدم یه دو. این چطوری اومد؟ اون یکو زدم. یک دو چون نمیخوره. نه وان شات میکنه بچه. آره یعنی مثلا تو دو نکن مثلا یک دو سه چهار.
آره مثلا در این چیه واسه این از بعدی بسون اینو نمیدونم چیه ببینم. بله کور شدم آقا. آرپاچی میخوری؟ فایر آن وان شات میکنه اگه مستقیم بزنیم به آدم. وایسا این آرپاچی میتونم یعنی اگه مثلا مستقیم بزنیم به آدم مستقیم میخوام بزنم به آدم بزنم به آدم الان مثلا مستقیم زدم به آدم مرد. حالا برعکس نمیدونم بریم بیرون خب بچه خب ما 3 تا راند رو رفتیم و اینم بود از ویدیوی ما. تا ویدیوی بعد نه بای نمیخوام بگم فعلا دوست دارم برعکس. بله این از این ویدیو اگه خواستین کامنت ها بگین که بازم به هم بخور و تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.